با درود خدمت شما دوستان. در این ویدیو قصد داریم در مورد نحوه محاسبه تورک یا گشتاور پیچ با هم دیگه صحبت کنیم. فرمول محاسبه گشتاور به این شکل: D ضرب در L ضرب در M P ضرب در A ضرب در F. حالا هر کدوم از این حرفا نماد چیه و به چه معنیه در ادامه باهاش آشنا میشیم. حرف D نماینگر قطر مربوط به پیچ هست که در این شکل مشاهده میکنید و بر اساس میلیمتره. L نماد طول پیچه که در این شکل اینجا مشاهده میکنید و اینجا هم بر اساس میلیمتر نوشته میشه. M نشان دهنده متریال یا موادی که اون پیچ ازش ساخته شده، به طور مثال فولاد یا آلومینیوم یا هر مواد دیگری. P نماد گام پیچه که بهش میگم پیچ در واقع و بر اساس گام بر میلیمتر نوشته میشه. حرف A نماد لوبریکیشن هستش، یعنی روغنکاری، چربکاری کردن یا استفاده از مواد چرب کننده روی این پیچه. چنانچه از هیچ گونه موادی استفاده نکنیم، عدد 0 رو قرار میدیم توی این فرمول و چنانچه از یک ماده چرب کننده، روغن یا هر چیزی استفاده بکنیم، عدد 2000 رو توی این فرمول قرار میدیم و بر اساس متر هست این واحد. و در نهایت حرف F رو داریم که نماد سورفیس فینیش هست، یعنی میزان پرداختی که روی این سطوح انجام شده، میزان دقت و نرم بودن سطوح فلزی این پیچ. چنانچه سطوح سخت باشه عدد 100 رو قرار میدیم جای F و چنانچه سطوح نرم باشه عدد 300 رو در این فرمول قرار خواهیم داد و اینجا هم بر اساس متر خواهد بود.